هر جایی می روی رد پای مهربانی بگذار. این دنیا ارزش بدی را ندارد. در این دنیای پرهیاهو چیزی که از ما باقی می ماند نه ثروت است و نه قدرت، بلکه مهربانی هایی است که در دلها می کاریم. هر جا که قدم می گذاری فرصتی است برای لبخند بخشیدن، برای آرام کردن دلی، برای بخشیدن و ساختن. شاید نفرت و بدی گاهی قدرتمند به نظر برسد، اما هیچ چیز به اندازه یک دل مهربان ماندگار نیست. این دنیا آنقدر گذراست که ارزش دشمنی، کینه و قضاوت را ندارد. پس چرا خوبی نکنیم؟ چرا رد پای ما بوی عشق و آرامش ندهد؟ زندگی کوتاه است، اما مهربانی آن را بلندتر، عمیق‌تر و زیباتر می کند. امروز فقط با یک لبخند، با یک جمله ساده می توانی دنیای کسی را تغییر دهی. و چه چیزی ارزشمندتر از این؟